قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله سبحانه وتعالى ودرود بپیامبر محمد صلى الله عليه وسلم، بإذن الله سبحانه وتعالى شروع خواهیم کرد کتاب اصلهای سیگانه را که مؤلف این محمد بن عبدالوهاب ابن سلیمان التمیمی می باشد. شارح این کتاب ابو عبدالله محمد بن صالح ابن محمد ابن عثیمین می باشد و در اول این کتاب شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله می گویند که اعلم رحمك الله، بدون رحم کند الله تو را، انه یجب علینا تعلم 4 مسائل. البته واجب است بر ما تعلیم گرفتن 4 مسئله برای هر یک مسلمان، برای هر یک مؤمن. کسی که میگوید من بنده الله هستم، مسلمان هستم و موحد هستم، برای او واجب هست که 4 مسئله را تعلیم بگیرد. 4 اصل دین گوییم، 4 مسئله. یکم العلم، الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. یکمش علم است و او شناخت الله است و شناخت پیامبرش و شناخت دین اسلام با دلیل هایش. اگر یک شخص الله را نشناسد، پیامبرش را نشناسد و دینش را نشناسد، البته او مسلمان حسابیده نمی شود. وقتی او الله را شناخت به وحدانیتش و شناخت پیامبرش را و شناخت دین اسلام را، پس او می شود در این وقت مؤمن و مسلم به اسم. الثانیه، دویمش العمل به. وقتی که الله را شناخت، پیامبر را شناخت، دین اسلام را شناخت، عمل کردن به همین چیزها. اگر کسی گوید که من الله را می شناسم، پیامبر را می شناسم، دین اسلام را می شناسم، لیکن عمل ندارد، پس این به آن گفته هایی که او گفته ایستاده است صادق نیست. باید به همین چیزها عمل داشته باشد. الثالثه الدعوة الیه، دعوت. سیومش همین هست که دعوت بکند به سوی همین چیز، همین علمی که الله رو شناخت، پیامبرش رو شناخت، دین اسلام رو شناخت، دعوت کند به سوی همین چیز. اول نفس خودش را نجات بدهد، قو انفسکم و اهلیکم نارا، و اهل اویلش را از آتش جهنم نجات بدهد. الرابعه الصبر علی الاذى فیه، 4 صبر کردن بر اذیت هایی که در همون میرسد. وقتی که عمل کرد، وقتی که الله را شناخت، پیامبر را شناخت، دینش را شناخت، عمل کرد به همین چیز، دعوت کرد به همین چیز، صبر داشته باشد بر همین چیزها، به همین اذیت هایی که بر او میرسد. بارک الله فیکم. والدلیل قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دلیل سخن الله سبحانه و تعالی، الله میگوید که قسم به عصر، زمان رسول الله یا هر عصری که میآید، الله قسم خورده شده است که قسم به عصر. البته انسان ها در خسران هستند، در زیان هستند. الا الذين آمنوا،
مگر کسانی که الله سبحانه و تعالی استثنا کرد، یعنی تمام انسان ها در گمراهی هستند مگر کسانی که ایمان آورد و عمل های صالح کرد و وصیت کرد به حق هم دیگر را و وصیت کرد به صبر. اینها کسانی هستند که نجات یافته هستند. سوره عصر یکم تا سوم آیه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. شافعی گفتن که رحمه الله انا همین سوره اگر همین سوره عصر نازل میشد دیگر سوره نازل نمیشد بر خلقش همین کفایت میکرد. وقال بخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. امام بخاری رحمه الله گفتن که بابی که علم پیش از سخن کردن و عمل کردن است. یعنی انسان اول پیش از آن که صحبت سخن میکند یا که گپ میزند یا عمل میکند اول علم رو گرفتن است. در علم پیش از قول و عمل است و دلیل همین الله سبحانه و تعالی میگه که فاعلم انه لا اله الا الله، پس بدون نیست معبودی بر حق بجز الله و استغفار طلب کن به گناهانت. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، پس الله ابتدا کرد به علم پیش از سخن کردن و عمل کردن. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. بدون رحم کند الله تو را. البته واجب است بر هر مسلمان مرد و مسلمان زن تعلیم گرفتن سه همین مسئله ها و عمل کردن به همین ها. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. یکم البته الله خلق کرده است ما را و رزق میدهد بر ما و ما رو ترک نکرد بیهوده، یعنی ما رو بیهوده نآفریده است بلکه ارسال کرده است به سوی ما پیامبری را. پس کسی که اطاعت کرد او را پیغمبر را داخل میشد به جنت و کسی که عصیان کرد او را داخل میشد به آتش جهنم. و الدلیل قوله تعالی: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والدليل سخن الله سبحانه وتعالى البته ما ارسال کردیم به سوی شمایان رسولی را شاهد شده گواهی دهنده بر شمایان، همچنانی که ما ارسال کردیم به سوی فرعون پیغمبری را. پس عصیان کرد فرعون پیغمبر را، پس گرفتنی سخت. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. البته الله راضی نیست اینکه شرک بیارد به الله، اینکه شرک آورد همراه او کسی را در عبادتش، نه پیغمبری مرسل نه ملک مقرب و نه غیرش را. و دلیل سخن الله سبحانه و تعالی و البته مسجد ها از برای الله هست، پس دعا نکنید همراه الله کسی را. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى. البته کسی که اطاعت کرد رسول را و یگانه دانست الله را، جایز نیست برای او
دوستی کردن کسی که دشمنی الله هست و رسولش است. اگرچند که نزدیکترینی نزدیک یعنی خشواندانش باشد یا که نزدیکش باشد یا دوستش باشد. و دلیل سخن الله سبحانه و تعالی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نیو بی قومی رو ایمان آورده به الله و روز آخرت دوستی بیکند کسی که به الله و رسولش دشمنی میکند، اگرچند که پدرهایشان باشد، فرزندهایشان باشد، برادرهایشان باشد، خویشاوندانشان باشد. بر آنها کتابت کرده است در قلبهایشان ایمان و قوت داده است الله سبحانه و تعالی از جانب خودش بروح من و داخل میکند آنها را جنت هایی که جاری میشود از زیر این نهرها، از زیر جنت ها جاویدان باشد آنها در آنجا. الله راضی شد از آنها و آنها از الله راضی هستند. آنها گروهی الله هستند، آگاه باشید که البته گروهی الله آنها نجات یافته هستند. بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل